السلام علیکم اکای حاجی مرزا، برادران خیلی دوستدار شما، همراهان و فخردین، میخواهیم آوازتان در همه گوشه ها کنار تاجیکستان صدا دهد. شخصی با ما گفت که کتاب قرآن را وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که با تجارت مشغول بود، کتاب های زیادی پندی را جمع نمود و از پندهای هر گونه کتاب قرآن را نوشته است. وقتی که ما این گپ را شنیدیم خیلی ناراحت شدیم. از شما خواهش میکنیم که در این باره چیزی گویید و در آخر دعا کنید برایمان که تا که در راه راست همیشه خداوند هدایت بفرماید. خب اصلا برادرای عزیز و گرامی، این بدخواهای قرآن و بدخواهان دین و بدخواهان خدا و رسول در همه جمعیت وجود دارد، تا قیامت اینها وجود دارد. برای این سخنی که این ناکس و نالایق گفته است، اینا ما کسم نمیگیم، اینا ما لایقم نمیگیم، اینا ما ناکس میگیم، اینا ما نالایق میگیم و این قدر میگیم که خدای مهربان تو را از این ناکسی و نالایقی نجات دهد. و الا اگر ناکس و نالایق در روز قیامت باشی، تو یک پسترین انسانی، تو یک بیفهمترین انسانی، تو یک پلیدترین آدمی. وقتی اگر هم تعقیده داشته باشی که قرآن را گویا که پیامبر گرامی خود از دیگر کتابهای پند آموز جمع نموده و برای دیگرها پیشکش کرده باشد. برادرای عزیز، خدا که مهربان است، خدا که بزرگ است. ببینین قرآن در پروردگار میگد الم یجدک یتیما فآوی. اولی بینین برای چی پروردگار از یتیم بودن پیامبر خبر میتید؟ برای چی؟ ای پیامبر، الم یجدک یتیما فآوی، آیا تو یتیم نبودی؟ آیا تو سرپرستی نداشتی؟ ما تو را در تا سین 4 یا 5 سالگی رسیدن نه پدرت مانده بودیم نه مادرت مانده بودیم، تو یتیم بودی، تو پشتیبان نداشتی. برای چی پروردگار همچنان خبر میتید؟ این به خاطر او است که انامی خیر روزهایی می شود که انسان ها پیدا می شوند و می گویند که پیامبر از اولاد پای به دنیا آمد، پیامبر ثروتمند بود، پیامبر نسب و قبیله به قوت داشت، به خاطر آنکه او دولتدار بود، پولدار بود، کسدار بود، او این قرآن را ساخت، این دین را برای مردم ساخت. گفته پروردگار قبلا یا را خبر داده بود تا که امروز زبان این دشمنای رسول و دشمنای خدا و دشمنای قرآن و دشمنای مسلمان ها بسته شود که آخر این پیامبر یک یتیم بود، این پول نداشت، این برای بی پول بودنش حتی در خدمت اولین عائله خود حضرت خدیجه کار میکرد، دستیگری حضرت خدیجه بود. ببینید تا که همین دشمنای دین در راست پیامبر همچنان تهمت‌ها را نزنند که این با دولت بود و بای بود و ثروتمند بود و این دین را از پیش خود برآورد. برای همین پیامبر قرآن تیار کردن نمیتونست. آخه تو بیچاره بیفهم یک بار سوره عنکبوت بخوان، خداوند پیامبرش خبر میداد که تا روز وفات وای قلم داشتن نامش نوشته نمیتونست. در سوره عنکبوت پروردگار میگه که وای نامش نویسانده نمیتونست. برای همین خواجه حافظ میگفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. برادر عزیز، به غمزه مسئله آموز 100 مدرس شد، او را استادش جبرائیل بود. برای همین خدای مهربان ولو انزلنا هذا القرآن، و پروردگار اشاره نزول قرآن به سوی خودش میکند. لو انزلنا هذا القرآن، ما اگر نازل میکردیم این قرآن را، ببینید
علی جبل، ما این را به آدمان به کوه ها اگر میدادیم و این عقل فهمیشه که امروز آدم دارد، اگر همین عقل فهمیش کوه ها دا میدادیم و به اونها این قرآن میفرستادیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. خدا میگه هر آینه اون کوه ها می ترکیدن، پاره پاره می شدن از ترس پروردگارشان. ولی امروز این زبان درازهایی که پیدا شدن و نسبت قرآن و نسبت رسول و نسبت شریعت و قرآن سخن میگویند، برادرای عزیز، اینا را شما از جمله آدمان نشمارید. اینا را هیچ وقت ما آدم گفته نمیتانیم. ولو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب النار. خدا سوره ملک میگه وقتی این قرآن تنقید کننده ها و پیامبرها را تنقید کننده و شریعت مسخره میکردگی ها را ما در آتش دوزخ وقتی که حوالشان میکنیم، بعد چی میگفتن؟ او نعقلو، افسوس که ما از جمله بی عقل ها بودیم. خودشان میگفتن در دوزخ ما از جمله آدمانی بودیم که عقل نداشتیم. برای اینا را شما اگر چند وظیفه دارد، پول دارد، منصب دارد و عقل ندارد، او فهمیش ندارد، منزلتی او از خرد پایان است. فهمیدین دادرها؟ برای این قرآن حضرت امام شافعی را خدا رحمت کند، قصه ها بیان میکنند که شب بعد خفتن همین قرآنه که امروزی میگه پیامبر جمعش کرده است، پیامبری که بیچاره خدا در قرآن میگه تو یتیم بودی، تو نویسنده نمیتانی، تو خوانده نمیتانستی. همون امام شافعی این قرآن میکشاد، میگه گاه شبها میگه و همین کشادگیش میگه آنچنان تلاوت میکرد که صبح میدمید قرآن میبست. اینقدر دوستای خدا به این محبت داشتند. این رحمت برای عالمیان است، این برای هدایت عالم است. قرآن برای پروردگار در قرآنش میگه یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا. سوره بقره. این قرآن کتابی است که بعضی ها به این قرآن گمراه میشوند، بعضی ها هدایت مییابند. این قرآن خداوند هم تا معجزه هست که بعضی ها نادیده که میگیرند، به تفکر که در این اندیشه میکنند گمراه میشوند و بعضی ها را هدایت میکنند. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. خدا گفت به این قرآن بعضی ها را ما درجهشون را بلند میکنیم، بعضی ها را خار زبون میکنیم. برای این دادر عزیزی جمع کرده پیامبر نیست، بلکه این پروردگار قرآن فرستاد. من خدا خواهد همین خطها قریب یگان 10 تا آمده است که شخصیت های پیدا شدن که در راست قرآن ایراد میگیرن. اینا از خار شدن استالین و انگلیس و مارکوس و لنین فراموش کردن. هر یک دانشمندی بود که این دانشایی که توی داری در پیش دانشای و هیچ چیز بود، ولی خدا خارشون کرد. برای من خدا خواهد من انشاءالله یک بعد همین موعظه هایی که انشاءالله من دارم بعدا درباره فضیلت قرآن برای شما بیان میکنم که این قرآنی که ما میخوانیم، این قرآنی که ما برای خود کتاب اعلان کردیم چه فیضی دارد، چه برکاتی دارد.